دوست عزیزم، آیا خودت رو با دیگران مقایسه میکنی و احساس میکنی که فقط برای ادامه دادن باید ماسکی به صورتت بزنی؟ آیا تا به حال از خودت سوال کردی که من چه کسی هستم؟ چرا من اینجا هستم؟ هدف زندگی و وجود من چیه؟ تو برای جا افتادن قطعاً تلاش میکنی، برای یافتن هویت واقعی خودت، برای اینکه بفهمی واقعاً چه کسی هستی. در دنیایی که مملو از جعلیات و کلیشه هاست، پیدا کردن خود واقعیت میتونه بسیار دشوار باشه. اما در اینجا یک خبر خوب برای تو وجود داره. خدای مقدس و با محبت و توانا تو رو منحصر به فرد آفریده. همونطور که در کتاب مقدس بیان میکنه، تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به وجود آوردی. دوست من، تو هدفمند هستی. بله، خداوند برای تو برنامه خاصی داره. خداوند اونقدر تو رو دوست داشت که تنها پسرش رو فرستاد تا برای تو بمیره. عیسی مسیح مجازات گناهان ما رو گرفت و بعد از 3 روز از مردگان برخاست. دیگه نیاز به جستجوی شخصیت خودت نداری، چرا که اون رو در عیسی مسیح خواهی یافت. او تو رو راهنمایی میکنه و از تو مراقبت میکنه. با او عشق واقعی رو احساس خواهی کرد و با او هویت خودت رو بازیابی خواهی کرد. با او معنای زندگی رو خواهی فهمید و با او زندگی جدیدی رو تجربه خواهی کرد. در اینجا عیسی مسیح از تو دعوت میکنه. آیا دعوت او رو میپذیری؟